اداره خدمات فدرالی زندانهای روسیه در جمهوری مردوویا خبر داد که در محبس رقم 17 از یک کوشش نوبتی به طور غیر قانونی به قلمرو این محبس وارد کردن مالهای ممنوع پیشگیری کردند. گفته می شود کارمندان محبس رقم 17 هنگام تفتیش جوازهای با خود آورده یک ساکن تاجیکستان 3 سیم کارت و 1000 روبل پول نقد را پیدا کردند. این ساکن تاجیکستان برای ملاقات دراز مدت با یک محبوس آمده بود. طبق مقررات استفاده پول نقد و سیم کارت در اکثر محبس‌های روسیه وابسته به رژیمشان ممنوع می باشد. نسبت به زاده تاجیکستان در رابطه با این حادثه پروتکل درباره حقوق بیانکنی ماموری ترتیب دادند و سنجش ادامه دارد و او برای این عمل جریمه تهدید میکند، ولی ظاهرا اکنون او را از حق ملاقات با آن محبوس دیگر نیز محروم میکنند. بنا به آمار خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا اول سال 2021 در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر از زادگان تاجیکستان ادای حکم میکنند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه روسیه تحت تفتیش قرار داشتند. صدها نفر از محبوسان تاجیک حکم خود را در محبس‌های جمهوری مردوویا ادا می‌کنند. هنوز از دوران استالین محبس‌های زیادی اساساً در مردوویا ساخته می‌شوند.